علمی موضوع را درک بکنی که من عبد هستم. بهترین جایگاه برای من و تو جایگاه عبد بودن است. این را زمان انسان میفهمه که این موضوع را علمی بحث بکند و علمی متوجه باشد، علم به این موضوع داشته باشد که من کی هستم، جایگاه خود بشناسد. اگر انسان جایگاه عبد بودن شناخت و این موضوع علمی شناخت، در انسان تواضع ایجاد میشد. انسان کوشش میکنه در عبادتش هم مخلصانه انجام بدهد. انسان کوشش میکنه بنده مخلص الله شود. اما اگر عبادتش از روی تقلید باشد، عبادتش از روی رسم و رواج باشد، عبادتش کورکورانه باشد، عبادتی که در قلب انسان سکینه و اطمینان و آرامش پایین نمی کند، عبادتی که تو را متحول نمی ساده، عبادتی که تو را در برابر رب تسلیم نمی کنه، عبادتی که پیشوی منکرات نمی گیرد، عبادتی که پیشوی غیبت و موسیقی و لهو و لعب نمی گیرد، این عبادت نیست.